با تشبوسی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه چرابینی فرهنگی فراغتی و قدردانی سابقه‌داران و ورزشگران کسبی تحت عنوان پیشوای ملت حامی ورزش و پشتیبان جوانان برگزار گردید. با شرافت توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های همیشگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر مملکت انشاءات و تالارهای موثر بنیاد و ازنه‌سازی گردیده شرایط مساعد برای رشد ساحه فراهم آمده است. ذکر گردید که در نیم ساله یکم سال 2025 در شهر و ناحیه‌های جمهوری 60 انشاءات ورزشی از جمله 51 میدانچه ورزشی و 9 تالار ورزشی با مبلغ عمومی 30 میلیون و 965 هزار سومانی به استفاده داده شد. در ادامه همایش برای قدردانی سابقه‌داران این ساحه که سالهای طولانی عمر خود را در سمت تربیت جسمانی و ورزش صرف نموده بهترین ورزشگران با مهارت را تربیت کردند، تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شدند. همزمان یک قطار مسئولین ساحه و مربیان با سپاسنامه‌های قدردانی گردیدند. علاوه بر این به یک چند مربیان و ورزشگران موفق عنوان‌های ساحوی و درجه‌های تخصصی سپرده شدند. همزمان ورزشگرانی که در نیم ساله یکم سال 2025 در چمپیونات و مسابقه‌های سطح بین‌المللی اشتراک کرده سزاوار جای‌های افتخاری گردیدند از جانب مقام وکالتدار دولتی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش با مکافات‌های پولی سرفراز گردانیده شدند. در فرجام زحمت و تلاش‌های مسئولین ساحه سابقه‌داران و مربیان و ورزشگران را به این نوبت گرفته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نیز به مسئولین و مربیان و ورزشگران سپاسنامه و مدال 30 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تقدیم نمود.